فکر کن با استفاده از یه هوش مصنوعی یه معلم زبانی داشته باشی که همیشه همراهته، در هر زمان و هر مکان بهت پاسخ میده، بهت اشتباهاتتو میگه و همچنین میتونی از این سرویس استفاده کنید که زبانتون رو بهتر کنید یا کلا زبان یاد بگیرید. جدیدترین سرویس گوگل به نام لیتل لنگویج لسن این قابلیت رو به شما میده که شما داخل خونه، مترو، تاکسی و هر جایی که هستید بتونید زبان یاد بگیرید یا زبانتون رو بهتر کنید. سلام، من امیر فردوسم و داخل این چنل آموزش هوش مصنوعی و اخبارهایی که در تو هوش مصنوعی منتشر میشن و قرار میدم. داخل این ویدیو قراره یکی از جدیدترین سرویس هایی که گوگل معرفی کرده اخیراً رو بررسی کنیم، ازش استفاده کنیم، ببینیم چه قابلیت هایی داره. این هوش مصنوعی خیلی توجه منو به خودش جلب کرد، چرا که من خودم دنبال سرویسی بودم که بخوام روی زبانم کار کنم و روی یکی از هدفهایی که امسال و حالا داخل سالهای بعدیم داره که بتونم زبانمو تقویت کنم. پس رفتم دنبال جستجوی این که چه چیزی میتونه الان خوب باشه که یکی از جدیدترین سرویس ها همون سرویس گوگله. حالا لیتل لنگویج لسن قابلیت‌های متفاوتی نسبت به تمام سرویس ها داره که در ادامه ویدیو به اونها میپردازیم. تو اولین مرحله به راحتی وارد وبسایتی که لینکش رو داخل دیسکریپشن گذاشتم میشین و با استفاده از اکانت گوگلتون واردش میشین و ثبت نام میکنید. 3 تا قابلیت و 3 تا قسمت برای ما قرار داده که دونه دونه اونا رو بررسی میکنیم. اولین قابلیت و اولین قسمتش تینی لسن به این شکلی که شما حالا زمانی که روی ترای ایت میزنید شما میایین اون زبانی که میخواین رو انتخاب میکنید که من الان اینجا روی انگلیش US قرار میدم و میگه در مورد یک کلمه اینجا می‌نویسید و اون میره جملات، کلمات، فعل‌ها و هر چیزی که در ارتباط با اون کلمه است رو برای شما قرار میده. شما در اصل مثلا داخل یه رستوران گیر کردین و بهش میگین که در مورد مثلا رستوران به اسپانیایی به من حالا جمله بده، کلمه بده و اون میاد برای شما جنریت میکنه با استفاده از هوش مصنوعی. اگه دقت کنید جنریت هم زده و برای شما آموزش در دسترستون قرار میده به راحتی. حالا من می‌نویسم همون تاکسی، جنریت میزنم. زمانی که جنریتمون انجام شد اگه دقت کنید اول اومده یه سری واژگان در رابطه با خود تاکسی برای من قرار داده. اینجا در رابطه با زمانی که حالا روی سی مور بزنیدم کلمات باز بیشتری میاره. همچنین در مورد با فیرز حالا جملاتی که در رابطه با حال تاکسی در من قرار داده که اگه دقت کنید حالا من روی این پخش میزنم. مثلا اینجا داره میگه به کجا میری و این جمله رو اومده در رابطه با کلمه حالا تاکسی برای من جنریت کرده. تو قسمت بعدیش اومده یه سری نکات قرار داده در رابطه با همین کلمه و اومده یه سری مثال زده و دیدیم که شما هر کلمه و هر چیزی که دوست داشته باشین رو میتونید بهش بدین. اون میاد یه آموزش و یه سری کلمات بر اساس اون کلماتی که بهش دادین براتون جنریت میکنه. میریم سراغ قسمت دومش، اسلنگ هنگ. تو این قسمت شما براتون میاد یه گفتگو، یه سری کلمات عامیانه و مکالمه محوری که داخل طول روز ممکنه باهاش مواجهه داشته باشین و به صورت 2 تا مکالمه برای شما در میاره. و حالا من میام روی ترای ایت میزنم، میگه که اول زبونتو انتخاب کن، بازم میزنم انگلیسی US، میزنم جنریت. اینجا اولین مرحله اومد یه مکالمه برای من جنریت کرده که اسمش هم نوشته مایا و اینجا پخش میکنم و اینجا میزنم پرس تو. اینجا اومد دوباره جواب منو نوشت که اسمش من حالا اینجا داخل این مکالمه دیویده و اگه دقت کنید شما با پرس کانتینیو بزنید دوباره این مکالمه ادامه پیدا میکنه و شما یه گفتگوی عامیانه و مکالمه محوری که در طول روزو براتون جنریت میکنه و با استفاده از اون بازم آموزش میبینید. اینجا زیر یه سری کلمات هم اومده یه خط کشیده که زمانی که حالا موس رو روی اون قرار بدین میاد یه سری دیتا و یه سری اطلاعات در مورد اون کلمه میده که شما بیشتر با مفهومش آشنا بشید. همونطور که گفتم این سرویس متعلق به گوگل و از جیمینای 3 برای آموزش و یادگیری زبان داخل این سرویس داره استفاده میشه. من داخل یکی از ویدیوهام آموزش جیمینای قرار دادم که با استفاده از اون بدون کدنویسی برنامه میسازم و برنامه نویسی میکنم. اگه دوست داشتین روی این لینکی که بالا میاد کلیک کنید و اون ویدیو رو هم ببینید. ولی بریم سراغ قسمت سومش، ورد اسکم. ورد اسکم به نظر من جذاب ترین قابلیت این سرویس و هوش مصنوعی. روی ترای ایت میزنیم و اینجا بازم میگه زبانتون انتخاب کنید. حالا اینجا به چه شکله میگه که شما کامراتون رو حالا باز میکنید، میتونید از این سرویس چه موبایل چه حالا کامپیوترتون استفاده کنید. ولی از این قابلیتش پیشنهاد میکنم که حتما از موبایل استفاده کنید و حالا من همینجوری حالا آموزشش رو میگم که به چه شکله، ولی دیگه
امتحانش حتما با موبایل بکنید. پیشنهادم اینه. الان دم دستی ترین دوربینی که در حال حاضر وجود داشت این که از خود دوربین لپتاپم بخوام استفاده کنم، شما از هر چیزی که بخواید میتونید عکس بگیرید که از این قابلیت استفاده کنید. بریم امتحانش کنیم. حالا من یه عکس همینجوری میگیرم، وای میسیم تا این جنریت انجام بشه. اینجا میاد چیزایی که داخل عکس وجود داره و میتونه شناسایی کندشون رو میاد میگه که دقیقاً چی چیزایی هستن و به انگلیسی چی میشن. اینجا دور رو اومده حالا تشخیص داده که این در است. همچنین غیر از در، سقفم شناسایی کرده و واژه انگلیسیشو در اختیار من گذاشته و زمانی که شما کلیکم کنید اینجا میاد برای شما میتونه حالا اینکه به چه شکلی خونده میشه و همچنین یه سری جملات میاره که در رابطه با حالا تعریف همون مثلا این کلمه است و میبینیم شما اگه کنجکاوی در رابطه با هر کلمه، هر واژه، هر جمله‌ای داشته باشین میتونید از این قابلیت استفاده کنید و فرض کنید که شما دوربین موبایلتون دسترستونه، از هر چیزی میتونید عکس بگیرید و به اون بگه این شی و هر چیزی به انگلیسی یا هر زبان دیگه‌ای میتونه چی باشه. با هم دیگه یکی از جدیدترین سرویس‌های گوگل رو بررسی کردیم، دیدیم چه قابلیت‌هایی داره و چقدر میتونه به ما کمک کنه داخل یادگیری زبان. ممنونم که تا اینجای ویدیو رو دیدین. ممنونم لایک کنید، کامنت بزنید و سابسکرایب کنید. سابسکرایب کردن شما باعث میشه من زودتر به هدف 1000 تایی شدنم برسم.